اول من یه کاری دارم بابایی، بعد میبرمت گرده. خب بابا جونم. بابا جون تو از همه دنیا قوی تری؟ آره بابایی، من قوی ترین مرد دنیا. آخ جون بابای من از همه دنیا قوی. کیه؟ بابا منم، ناصر کراکی. توی که باز، تو که ترک کرده بودی. تو ترک بودم، این کلاسای MA رو رفته بودم ولی لغزش کردم، نوکرتم. الانم دارم میمیرم، دستام جون نداره، ودادم بهش. یه کمی چوب خطت پره، اول باز حسابتو صاف کنی. مارتی که فکر کردی من رو گنج نشستم. خب تفلیوس راست میگه دیگه، ما یتیله نداریم، جمع کن برو ترک کن، جنس نداریم. دیگه از کراک مفت خبری نیست. غلامتم آقا فری، پولتو بهت میدم، اما الان که نبری میدم. منو جلوی این بچه ضایع نکن. بس دیگه بابا شاپور، قیافه این شیپیش داره حالمو به هم میزنه. یه جوری دست به سرش کن رو چشم بود برش کن. دست رو من بلند نشه، به جون این بچه کسی نمیتونست بهم بگه. حالا هم که حرفی نزدم، فقط همین یه دفعه. دیگه این برا پیدات نشا. موج کی بوده اینقدر اذیت کردم، من چرا جلوش وای نستادی؟ الان خودم در به داغونشون کن. اگه راست میگید در باز کنید، اگه مردی بیای با من طرف بشید، باز کنید. بلشون کن، بیا خودم حسابشون رو میگم. ای خدا!